الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سروران گرامی، حضار عزیز، از سخنان زیبای عزیز من جناب مولانا عبدالحکیم سیدزاده، استاد حدیث تفسیر در حوزه علمی گوشت، یادگار حضرت مولانا عبدالواحد گوشتی رحمه الله که از دعوتگران بوده حضرت مولانا عبدالواحد و از شخصیت‌های برجسته علمی، اهل قلم و نویسنده که بسیاری آثار داره. صحبتشون همه ما استفاده کردیم و عرایز چند پیرامون حالات حاضر خدمت شما عرض می کنم و انشاءالله نبات به نماز می فردازیم و الله تعالی آنچه که رضامندی پروردگار هست و به نفع و خیر مردم هست، خصوصا مردم عزیز، ملت عزیز ایران، کشور من به نفع هست، به خیر هست. الله تعالی به فکر و زبان ناقص بنده جاری بگرداند و از شر نفس خودم الله تعالی منا نجاتم بده. آیه حضورتون تلاوت کردم و الله تعالی جایگاه انسان بیان میکنه. در واقع که انسان یک موجود بسیار گران قدر هست، بسیار بزرگ و اشرف المخلوقات و الله تعالی انسان می فرمایند که کرامت داده به انسان و حرمت داده. در سوره مبارکه بنی اسرائیل می فرمایند که انسان را در بر و بحر، در دریا و خشکی الله سوار کرده است، برخلاف مخلوقات دیگر که این امتیاز ندارند. هر موجودات بار خودش را خودش حمل میکنه ولی انسان او موجود هست که
خودش را هم و بارهای انسان را الله تعالی به دوش دیگران حمل بار میکنه. یا حیواناتن که الله تعالی در اختیار ما در گذشته بشر قرار داده و کشتی بوده در گذشته، در دریا و وسایل محدود در همون زمان دیگه هم بوده، ولی امروز الله تعالی بسیار امکانات مدرن و پیشرفته و بزرگی را در اختیار بشر گذاشته است. با توجه به کثرت جمعیت انسان که وسایل گذاشته و امکانات گذاشته، جوابگوی بشر امروز نیست. امروز الله تعالی این امکانات جدید که هر کشوری و هر ملت افتخار می کند به صنعتش، به تکنولوژیش، به پیشرفتهایش، به ایجادات بسیار مدرن و بزرگ، و در واقع همه این ایجادات و اختراعات و ابتکارات در واقع از جانب الله تعالی، از او عقل که الله به انسان داده، از او تفکراتی که الله تعالی به انسان گذاشته است، قدرت ابتکار و اختراع را الله در انسان نهاده است. این از خود ما نیست، از خود بشر نیست. عقل نعمت خدا داد انسانه و همه نعمتایی که داریم از جانب الله، و این توحید همین است که همه چیز از جانب الله تعالی بدانیم. و اگر خود ما توفیق داشتیم و بتوانیم تأثیر گذار باشیم، بتوانیم صاحب اختراع و ابتکار باشیم، اگر برای جامعه کسی تأثیری داره، اگر برای خانوادهش داره، اگر برای خودش داره، همه اینها از جانب پروردگار. ولی همین که به نماز آمدیم، این توفیق از جانب الله تعالی. همین لحظه بسیاری در خانه خوابند و شاید نماز تمام بشه و اوناس خواب بیدار نشه. این خدایی که من شما را آورده. توحید یعنی همین، همه چیزا از خدا دان. و اگر عز و جاه هست و اگر ذل و قید، من از حق شناسم نه از امروز زید. اگر عز و جاه هست و اگر ذل و قید، بله ذلت و خواری و عزت و همه چیز برمیگرده به ذات یگانه پروردگار. هر نفسی را که میکشیم درون و به توفیق الله و بیرون میاریم به توفیق الله. و صادر مولا می فرمایند دو شکر واجب می شود، تعلق میگیره، یکی برای درون بردن نفس، یکی برای بیرون کشیدن نفس. همه چیز در دست پروردگار است. جان ما در دست الله، او جان میدهد، جان میگیره. سروران گرامی، همه چیز الله برای انسان آفریده. این زمین الله برای چه فرش کرده؟ این برای انسان ها خدا میگه فرش کرده است. و هو الذی خلق لکم، یک سوره بقره، ما فی الارض جمیعا، آنچه که در زمین الله آفریده جمیع اشمل. در این سوره مبارکه جاسیه هست که الله تعالی می فرماید جمیع آنچه که در آسمان و زمین به وجود آورده برای منفعت انسانه. الله آسمان هم امر میکنه. معلوم میشه که آسمان هم برای انسان آفریده شده، برای منافع انسان. زمین برای منافع انسانه، چون خواسته انسان بیافرینه اینا را آفریده. و ماه و خورشید و ستارگان همه بر و خشکی و دریا. خشکی به جای خودش نعمته برای زندگی انسان، دریا هم
برای منافع انسانه، کوها برای منفعت انسانان و دشت و زمین هموار هم برای منفعت انسانان، همه برای منفعت انسانان. و زمین ها قطع مختلف دارن، شور دارن، زمین شیرین و خوب و حاصل خیزه، زمین سفته. در هر قسمتی از این زمین حکمت های اللہ تعالی وجود داره. حکمت موجوده که بسیاری از حکمت ها ما متوجه نمیشیم، ولی بدانیم که فعل حکیم، کار حکیم از حکمت خالی نیست. حکیم هر آفرینش و هر کاری را که میکنه حکمت را در نظر بگیره. این انسان الله شرافت داده و اگر انسان آنقدر عزت داری که کسی یک انسان را زنده نگاه داره، از مرگ نجات بده، تمام انسانیت را از مرگ نجات داده است. و اگر یک انسان را به قتل برسانه و نابود بکنه، بکشه، به ناحق بکشه، پدرش را نکشته، فرزندش را نکشته، انسان بیگناه، خون برگردن او نیست و او را کسی بکشه، او تمام مردم روح زمین کشته است. یک انسان کشتنش به ناحق و کشتن همه انسان است. زنده کردن یک انسان، زنده کردن همه انسان های. چقدر اللہ تعالی برای انسان ارزش قائله، پیامبر فرستاده و فکر اللہ تعالی برنامه ریزی برای هدایتش کرده، کتاب نازل کرده و از یک طرف فکر اللہ تعالی برنامه ریزی کرده برای زندگی او، زندگی دنیای او، منافع دنیای او برنامه ریزی کرده و اللہ سیستم حکومتی را به انسان عنایت کرده است. پادشاهان، حکامان که اللہ تعالی بر روی زمین گذاشته برای منفعت انسانی، این نظام اللہ تعالی هست که سیستم حکومتی را اللہ تعالی قرار داده تا این حکومت ها که نمایندگان مردمان، نمایندگان هر ملت ها هستند، ملت ها اونا را تعیین میکنند و اونها به نمایندگی از مردم در رأس قدرت قرار میگیره و تا از منافع مردم دفاع بکنند، از امنیت مردم دفاع بکنند، از آسایش مردم، بهداشت و سلامتی، تعلیم و آموزش و پرورش و برای اقتصاد انسان ها ملت برنامه ریزی بکنند، برای عزتشون، برای سربلندیشون فکر راحت ملت ها را بکنند. این نوع حکومت و سیستم حکومتی که در بشر موجوده و در بسیاری از موجودات دیگری نیست، این نعمت عظیم پروردگار است. و ببینید دولت ها در دنیا، حکومت ها تلاش دارند برای ملت. اگر یک کسی در ایران بازداشت بشه، در یک کشور دیگری بازداشت بشه، میبینید دولت به اون عظمت و بزرگی به سر صدا در میاد که شما شهروند ما را بازداشت کرده. آینه به چه گناهی بازداشت شده دنبال میکنه. از منافع شهروندان دفاع میشه، از منافع مردم دفاع میشود. و این مهم است. حکومت و نوع حکومت و داری در بشر این نعمت برای آن که اهمیت قائل باشه برای ملت، اهمیت قائل باشه برای مردم، برای زندگی مردم. او زمانی که مردم گرسنه‌اند نباید حاکم راحت بخوابه. مردم ناامنند، نباید احساس امنیت بکنه برای خودش حاکم.
مردم مینالند، حاکم باید بناله. بیدار آی میکشند، بیداری بکشه. گرسنن گرسنگی بکشه. این حاکمان دلسوزن. و ولی که میگم مردم با شکم خالی میخوابند و من سیر بخوابم و او نمیتونه سیر بخوابه. و این یکی از نعمتهای پروردگار است. والله چه برنامه های برای راحت بشر در دنیا، برای بهره‌مندی بشر در دنیا، برای بهره‌مندیش در آخرت، که جنت الله آفریده با اون نعمتهای بیمانند و نعمتهای بی مثل و نعمتهای بسیار بزرگ. و این برای بشر آفریده. هر بشری هر انسان یک جایگاهی در بهشت داره. والله انبیاء را فرستاده و این برنامه ریزی کرده. و قرآن آخری کتاب الله تعالی است. دین اسلام آخری دینه و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آخری پیامبره. و اینها نعمت عظیمان برای بشر. الله تعالی انقدر مهربانه بر شما، بر انسانها، که الله برنامه ریزی برای سعادت دنیای بشر، برای سعادت آخرتش، تضاد ندارن دنیا و آخرت با هم. شما میتوانید با دنیا آخرت بسازید و دنیا وسیله برای ساختن آخرت. شما به یتیم خرج میکنید، به فقرا نان میدید، در فکر دیگرانید. شما پزشکید، شما فرستارید، شما بهداشتکارید، شما به خدمت میکنید به مردم. همه این اجر برای شما. معلمید، تدریس میکنید، خدا شما را ثواب میده. استاد دانشگاهید و تدریس میکنید، ثواب میده. قرآن تدریس میکنید، تعلیم میدید، دین تعلیم میدید، اجرتون میده. والله چقدر مهربانه بر انسان و دوست داره کسانی را که بر انسان مهربان باشه، ناراضی از کسانی که انسان را اذیت و آزار برسه. اگر سحرخیز باشه، هر سال حج بیت الله الحرام بره، عبادت کنه، طاعت کنه، شب بیداری داشته باشه، ولی مردم آزار باشه، ولی آدم بکشه، مال مردم ببره، مردم اذیت کنه، و بالاخره این همه عبادت های او برباد و باطل و اجر و ثواب روز قیامت به او تعلق نمیشه. اون نمیتونه نجات بده. و لحاظ عرض کردم که انسان نه بهترین و نه خلق خدا بهترین موجودات و نعمت فراوان الله تعالی به انسان داده و ترحم و رحم و شفقت الله تعالی فراگیر بر انسان و دوست داره کسی را که به انسان ها رحم بکنه، برای انسان ها خدمت بکنه، مردم دار باشه. حکومت های رحم الله و حکومت را دوست داره که مردمی فکر کنه. با خدا همیشه توصیه بنده این بوده که خدا نگهداری بشه و مردم نگهداری بشن. اگر سعادت در اینه که الله را انسان داشته باشد و بعد مردم داشته باشه، واسه که به همسایه ها رحم بکنه و همسایه مهربان باشه، به مادر و پدر مهربان باشه، به فرزندان مهربان باشه، به همه انسانان نپرسه از عقیدهشون که مسلمان یا غیر مسلمان، چیه، انسانیت داشته باشه و به همه انسانات ترحم بکنه و مهربان باشه. و خصوصا حکومت های که به ملت های خودشون مهربانن، به ملت ها ترحم دارن به مردمشون،
برای مردم می سوزند و از صندلیشون از کرسی پایین می آیند و در خدمت مردمان، در کنار مردم حرف مردم می شنوند و خواسته مردم برآورده می کنند. حکومتایی که اهل گفتگو هستند، اهل گفتمانند، اهل مذاکره با مردم، اعتنا میکنم به مردم، توجه دارم به مردم، این حکومت را الله دوست داره. ولی هزاجی جریانی که از مدت در کشور ما جاری هست ونی که 50 سال نزدیک به 50 سال پیش همه این مردم ایران در تحولاتی که در همین بهمان ما رخ داد و انقلاب فیروز شد، همه مردم رای دادند به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی، به امید سعادت دنیا و آخرت خودشون. دنیایشون آباد بشه، آخرتشون آباد بشه، برای خودشون، برای فرزندانشون در آتیه که نسل آینده می آید، برای سعادت اونها، برای نجات اونها رای داده و به هر حال حمایت کرده. این وقت اتفاقا در حمایت کردن، در صحنه بودن، قربانی دادن، کشته دادن برای دفاع از مرزها، برای امنیت و آسایش و حمایت کرده در صحنه بودن. مسئولا اینها را خواندن و اونها جواب دادن، اجابت کردن. صحنه های انتخابات پرشور نگه داشتن. ولی از مدتی که ملت ناراضی هست، یک واقعیت هست که من حکایت میکنم و تهمت نیستن تویشون، انشالله در صحبت های مدروغ نیست و گزافگویی هم نمی کنم. واقعیت ها را، حداقل واقعیت معتقده، اعتقاد من اینه که واقعیت ها گفته بشه و در این اصلاح امور، در این خیر، مقصدی هم ندارم، منفعتی هم دیگه ندارم، فقط دو چیز طلب میکنم. یکی رضامندی الله تعالی را آرزوم هست و تمنایم رضامندی پروردگار. دوم منافع مردم. منافع مردم برای من مهمه. اگر در دین دو راه من جان بدم هم من خوشحالم. و انشالله دنبال منافع خودم نیستم که من به جای برسم و من به نوای برسه. نه، من هیچی نمیخواهم و امیدوارم که این حرفی که میزنم صادق باشم، صادقم در این انشالله و خیر همه را میخوام، خیرخوام و بالاخره باید حرف خیرخواه هر کسی باشه، نه من میگه که تنها من خیرخوام، دیگه خیرخواه خیلی فراوانه و هر کسی که حرف خیر بزنه بالاخره غرضی نداره، باید حرفش را بشنوی. و لحاظ مدتی است که ملت شریف ایران که همه از مجلس ملت شریف، اما مسئولان بارها من به گوش خود شنیدن که مسئولان میگفتم من نوکر مردمیم و مسئولان که میفرستاد از تهران شما نوکر مردم باشید و بالاخره الله این مردم مدتی هست که می نالند و نالش مردم و ناراحتی مردم آنه که مردم 20 ساله در تحریم گیر کرده و بالاخره تحریم و مشکلات و الان مردم احساس میکنن که او زمان قبلا گفته میشد که شما به کله میرسی و
برنامه ها داشتن که ملت ایران به کله برسن، به کله های پیروزی و به بلندی های پیروزی برسن. و الان مردم به هر حال میبینن که نتیجه چیزی دستشون نیفتاده و مردم پریشانن. و این که من مدت هم بنده به حسب وظیفه فریاد زدم که شما حرف مردم بشنوید، گوش کنی حرف مردم. گفتگو متاسفانه هم جواب نداده در کشور ما خوب. و گفتگو خواسته مردم توجه کنید، ببین مردم چی میخوان. حقا شما رسیدگی کنید، مردم حرف ناحق که میزنند قانعشون بکنید که شما آقا خواسته تو ناحق، مطالبات شما بر حق نیست، به مطالبات بر حق مردم رسیدگی بکنید. و این طولانی شد، چندین بار مردم بلند شدند و اعتراضات کردند و با مشکلات مواجه شدند و با مرگ روبرو شدند. و به هر حال این خیزش اخیری که انجام گرفت که خیلی تلفات سنگین، همونطور که شما همه میدانم مردم و مردم کنجکاو هستند، مردم دنیا هم میدانند که چه اتفاقات پیش آمده. همه اتفاقات دنیا مشاهده میکنه الان. و لحاظ این مردم مطالبهشون چیه؟ مردم فریادشون چیه؟ باز هم ما همین میگه که شما با این مردم بشینید و مردم اگر هر خواسته داره، اگر من بودم به جای شما که کنار مردم می نشستم هر خواسته داشتم برآورده میکرد. و حتی اگر مردم ایران، بنده خودم را میگم که به در دست بنده اینجا این مسائل بود و مردم از من میخواستن که آقا ما به جای سیستم اسلامی ما دیگه سیستمی را میخواهیم. و اکثریت مردم، اکثریت نه اقلی، اکثریت مردم هم میخواستم، من بر اسلام پافشاری نمی کردم. تکبیر! چرا که من اعتقادم آنه، اعتقاد بنده ای حرف دیگه توته از من نیست. این اعتقاد بنده که دین با اجبار فایده نداره. و خودم قرآن فرموده لا اکراه فی الدین، گفته قرآن که در دین اجبار نیست. ولی و حق از باطل روشن شده، یعنی اون چیزی که منظور الله است یک چیزی که حق روشن بشه. بعد از اینکه روشن شد اختیاری کسی خود گمراه بشه ضرر به خودشه، خدا ناباور بشه، غیر مسلمان بشه، اختیار به دست خودشه، به خود ضرر میرسانه. به شما چه؟ و اگر کسی میخواهد متقی و پرهیزگار باشه به خوده باشه. و اگر این مردم اکثریت قاطع ملت اگر میگن که ما چیز دیگری نمیخواهیم و به جای شما من بودم، من با این کنار میامدم. من برای شوخی گفتن که به زور به هیچ کسی را به بهشت نبریم. هر کسی میخواد وظیفه ما، وظیفه علما، وظیفه مسئولین، همه دعوتگران آنه که این راه خدا را نشان بده. این راه خداست و این راه بهشته. و السلام. کسی میخواد بیاد، کسی میخواد نیاد. این راه جهنمه، این راه خدا ناراضه، این راه سعادته. و قد تبین الرشد من الغی، حق واضح بشه، روشن بشه. کسی میخواد چه بشه خودش بدانه چه میشه.
ولی حق واضح و روشن بشه. حالا بالاخره وقتی که مردم بخواهند، مردم همه گفته جمهوری اسلامی از کجا مشروعیت پیدا کرد؟ از مشروعیت از مردم گرفت. مردم اکثریت قاطع 98% اگر یادم نرفته مردم جمهوری اسلامی را داد. حالا مردم هم بپرسید اگر این مردم ایرانن، بله من خودم یک رای دارم ولی بقیه آرا شما هم هر یکی یک را دارید. مردم آرا مال مردم همون مردمان، اینا فرزندان همون نسل همون مردمان که 57 سال قبل رای داده به جمهوری اسلامی. امروز افشو بپرسید مردم ایرانن، به جای اینکه اینا ما بین درگیر بشیم. 47 سال من چیز دیگه گفتم، 47 سال قبل، قریب نیم قرن قبل. بله اگر مردم ایران بگن که ما دیگه چیزی میخواهیم، شما بهترین راه برای جلوگیری از جنگ، الان به هر حال شرایط جنگی تهدید میکنه ایران کشورا و اختلاف در بیان ملت ایران، مردم ایران و ناراضگی گسترده و عمومی به وجود آمده بیرون در بین مردم. ماییم شمایید، میبینیم ما اون چیزی را که شاید شما نبینید در بین مردم. شما اخبار دارید، ببینید که مردم چه میخواهند. اگر شما حرف مردم ایران را بشنوید و اگر تن بدید به خواسته ملت ایران و شما از جنگ جلوگیری کردید و اگر شما مردم ایران داشته باشید، مردم دنیا برای شما نمیتونه لشکر کشی بکنه، هیچ قدرتی نمیتونه. اگر مردم ایران با شما باشن، اگر مردم ایران نداشته باشید خطرناکه، جنگ خطرناکه. مردم ایران اگر شما در دولت موفقیت داشت، حاکمیت در دفاع 8 ساله و قدرت مردم هم را بود، نه قدرت حاکمیت، بالاخره نه قدرت دولت. دولت قدرتش محدوده ولی ملت قدرت ملت بود و تازه انقلاب پیروز شده بود، حکومت هم ضعیف بود و مردم قدرت خدادادی هست و لحظه ما امیدواریم که هنوز مسئولان و حاکمیت فکر کنه این مردم ایرانن ولی نعمت شما. اگر امروز شما مسئولیت دارید، رای همین مردمه. این مردم تا راه ندادن شما حاکم نبودید. تمام مسئولان در جمهوری اسلامی بر رای آمدن، رهبری هم بر رای آمده، رای مردمه و بالاخره بالواسطه خبرگان از مردم را گرفتن. همه مسئولان رئیس جمهور بر رای آمده، شما بر رای آمدید، شما نماینده این مردمید و این مردم اصل مردمان، صاحبان ملک این مردمان، صاحبان کشور اینان. به اینها توجه کنید و اینها را نباید زد، نباید در مقابل اینها ایستاد. کنار بیایید با اینها بشینید و کسی از مسئولان چیزی خوبی گفته که همه مردم را اغتشاشگر نگید. معمولا توی تظاهرات همیشه در دنیا یک تعداد جوان و بی تجربه هستند که اغتشاش میکنند، اینطوری مسائل وجود داره. ولی جمهور مردم نه، اکثریت مردم که اعتراض داشتن، اغتشاشگر نبوده همه ملتی را، همه مردمی را، ولی همه کشته شده، همه شریک شده است و خیلی ها نقصان بزرگ پیش آمده است و الان
راه عقلانه، راه فکر، راه درست. اب بهترین راه تدبیر و اگر لحظات مانده از فرصت، بالاخره این مسئله همین فکرش. به نظر این بنده ناچیز هرچی که حرف مردم شنیده بشه و به خواسته مردم تن داده بشه و اکثریت قاطع، اکثریت رای، اکثریت قاطع راه آینده را کشور را روشن بکنه که کشور چه میخواهد، مردم کشور چه میخواهند و همون مسیر ما برایشون همکاری کنیم و باز کنیم و تا انشالله همه مشکلات حل بشه و ما بشیم که ملت واحده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. بعض شکایتی بنوشتن که افراد زیادی به گروگان برده شدن و به هر حال این وظیفه حاکمیت هست و دولت هست و کسانی که در دولت مسئولیت دارن باید پیگیر باشه موضوع را و گروگانگیری از بدترین مسائل، زشترین مسائل و بدترین مال همینه که کسانی از راه گروگانگیری بگیرند و بخورند و بدترین خلق خدا همونند که مردم را ببرند اسیر کنند و به زور پول بگیرند. بدترین خلق خدا چنان مال را نصیب انسان نکنه مرگ نصیب انسان بشه، بمیره، خودش هم بمیره، فرزندانش هم بمیرن، بهتری از این که این مالا از راه باجخواهی و از راه سرقت و دزدی بر ارتزاق بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.